سلام بچه‌ها، خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ بالاخره اولین ویدیومون رو گرفتیم. حالا معلوم نیست کی آپلودش کنیم. امروز اومدیم با اولین ویدیو از چنلمون، یعنی چنل آیدین اچدی. اومدیم امروز با کینگ نایت، یکی از یوتیوبرهایی که مثل من تازه وارد یوتیوب شده، یعنی چنلش تازه راه انداخته. اومدیم یه چالش خفن، هر گان اولین گانی که گرفت بعد تا آخرش بازی رو رنده کنه. خب خلاصه الان من یه فکر عالی دارم. الان صدای کینگ نایت هم باز میکنم. کینگ نایت یه سلامی به بچه‌ها بکن. سلام آقا، خوش اومدید به بچهای چنل آیدین اچدی. خوش آمد میگم. امیدوارم همتون سرزنده و سلامت باشین. و سلام بر و بکس کانال کینگ نایت. بچه کینگ نایت 2 ویدیو گذاشته قبل اینکه من ویدیویی بذارم. خیلی نامرده. چیکار کنم؟ خیلی دیر اومدی. من چه؟ خلاصه نقشه که نکنم اینه بچه ها. کینگ نایت نمیفهمه نقشم که داریم میبینیم. قرار گان متیک ببینم. وای این کیه؟ وایت بکنش من که هر کافی اسپرایت داست بدم تا گانم متیک شد. او بچه این چالش داره چالش رو به بچهای خودم توضیح بده. منم توضیح دادم، حالا خودت هم نگاه کنیم. چالش ما اینطوریه که مثلا من این شاتگان رو گرفتم که سبدم هستش دیگه. من هیچ وقت نمیتونم اینو با هیچ گان دیگه تا آخر گیم عوض کنم، تا آخر این مچ. یعنی اگه من اینو عوض کنم چالش رو باختم. یعنی حتی اگه من لژندری دقیقا همین شاتگان رو پیدا کنم نمیتونم برش دارم، باید با همین برم. یا حتی هر گان دیگه پیدا کردم، حتی اگه شاتگان دیگه هم پیدا کنم، هر چی پیدا کردم نباید عوض کنم، فقط همین. آره خیلی همین چالش سخت. کینگ نایت یک سال تو کینگ هالو رو داری دیگه، لول مکس شاره؟ معلومه دارم. اوکی پس از دستش دادم ازت این قافم. منم باز گلکسی هستم. اینجا اصلا قرار بچه، اینجا اصلا قرار نیست با هم دیگه رحم کنید و قراره با هم دیگه رو جای بدید. راستی یه قانونی هم من جدید به ذهنم رسید. آقا مردی میتونی گانتو عوض کنی. گوش کن، مردی میتونی گانتو عوض کنی. چی؟ مردی میتونی گانتو عوض کنی. نه حساب نیست. نه خدای خوب ببین تو بمیری اون گانی که گرفتی رو از دست دادی دیگه. حاجی بنازم باید بری دقیقا همون گانو بگیری. خب نه مثلا گان من متیک بود دیگه، نمیتونم همون گانو بگیرم. متیکه. باشه آقا قبوله. یعنی تو قبول. خب یه چی میخواستم بگم آقا، دیگه کمتر حرف بزنیم دیگه. آره و بازی رو بکنیم. بچه های نوبه نمیدونه ما بعد معمولا زیاد حرف بزنیم داخل ویدیو. تو حوصله مخاطب در میره. حوصلت سر میره؟ به من چه که سر میره. دارم شوخی میکنم بچه. راستی یه چیز دیگه بچه نگاه کنیم بهتون اهمیت نمیده. آقا یه چیز دیگه، حتما چنل کینگ نایت که این بالا الان میاده شد دنبال کنید و همین ویدیوی از 1 ثانیه گوش کن. 1 ثانیه گوش کن و حتما همین ویدیو رو از زاویه کینگ نایت ببینید. اصلا یادتون نره، با اینکه میدونم یادتون میره ولی خب چنل منم حتما ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید. همین رو گفتم ولی من نگفتم آقا، میخوام فضولش بده باشه. آقا ساب کنید، اصلا اهمیت به کینگ نایت هست. آن یه چیز اضافه از فقط من میخواد حرف بزنه. ببین بچه سفیدیت از من مو میزنه. گلکسی فایر از چست نورمال، بعد میگن سفید نیستی. بکنش من که هالو فایل ایر گرفتم از چست
نورمال همین مچ و هولو فایل بتمن گرفتم. همین مچ. نه ولی خب په حرف اضافه موقوف. همین مچ نباشه، مثلا مچ دیروز باشه، فرق داره. بچه ها هرچی زودتر اگه میتونید ما رو به 50 تا صبح برسونید تا اولین استریممون رو شروع بکنیم. من خیلی مشتاق دیدن شما هستم توی استریم. با اینکه اخوازی اخوازی یه نمیدیدیم. شما هم بگیم بدون فرمایید. تو الان یک کیل هم نگرفتی ولی من گرفتم. بکنش منی که 2 تا کیل گرفتم. منی که 4 تا گرفتم. بچه فکر کنید من این زندانه رو باز کنم بعد بهمون کفش میتیک بده بعد به کینگ نایت ندمش. وای خیلی خوب میشه. بکنش منی که دارم میام بالا سرت. بکنش منی که نمیرم بازش کنم. بکنش منی که فقط شوخی کردم که بترسونید. بچه ها راستی هر اسپرایتی که ندارین تو کامنت ها بگین تا بهتون بدیم. حتما حمایتمون کنید تا ویدیوهای خفن‌تری بذاریم. داخل استریم منظورم آخر ویدیو نمیتونی چی تو داری میگی؟ تو چی داری میگی؟ چجوری میخوایم داخل ویدیو بهشون بدیم؟ آقا اگه ما 5 خب میاد اد فرندمون میده بعد یه شورت ویدیو میگیریم که ما این اسپرایت رو دادیم دیگه تا بقیه هم بفهمن ما بهش دادیم. فکر نکنم ایده خوبی باشه. ولی خب نامرد و نگاه زندگی دیگه به درد نمیخوره. از اینا از چیا؟ از اینا یه تیگیره آجه به نظرتون خودکشی کنم این شاتگانه رو بردارم؟ حالا این که نه اینو بردارم شاتگان والا بهتر. هر موقع باس پیدا کردم خود درجه خودکشی میکنم. بهترین روش. ایول چه اسپرایت اون من که زندت نمیکنم. بعد بکنی بایدیه. این گوندو اصلا نزدم گذاشتم. صدای کینگ نایتی یه مشکل داره. همین داره تو کانال هر دوتا من آپلود میشه. تو که رئیس نیستی اینجا. آقا یکم نت من خرابه ببخشید برای ضعیفی نت دیگه. اینجا ایران است بهترین کشور در دنیای بهترین دنیا دقیقا. اوه به نظرتون کدوم اینو همینطوری علکی میندازیم اینم برمیدار. ما راسپو یک کانو داریم. آج کرمم گرفته برام انمی بزنم. بچه لطفاً اگه میتونید ما رو هر چیز دوباره میگم هر چیز زودتر به 50 تا صبح برسونیم که همدیگر رو تو استریم ببینیم و کلی اسپرایت های خفن کلی پلی بزنیم. آقا ما حرف نمیزنیم. گوش کن ما حرف نمیزنیم میگی چرا حرف نمیزنیم. حرف بزنیم میگی چرا حرف میزنیم. آقا حرف بزن آقا. خلاص داشت یعنی میگم معتادل حرف بزنیم. جوری نمیشه که مثلا 28 ساعت حرف بزنیم. آقا یه چیزی من اینو باز میکنم گلدن اپل بهم میده. الان بهتون میگم شک نکنید من اگه اینو نه گلدن اپل تو فورتنایت هم جدید اومد. اینو باز میکنم یا فلفل یا گلدن اپل میده. بنازم گلدن اپل مناطق اپل زده بنازم. گفتم گلدن اپل میده. این اپلش بود گلدنش هنو معلوم نیست. با اینا گلدنش میکنیم. با یه لحظه فکرم شما میفهمید چی میگه؟ آقا بلش من نمیدونم. راستی تو همین ویدیو هم میخواین اگه راحت باس یعنی بتمن اسپرایت و گان متیک بگیرید حتما نگران نباش بهشون یاد دادم داخل ویدیوی کانال خودم. ساکت باش لازم نیست شما بهشون بگید. ساکت باش. خب
من دارم تو چنل خودم میگم آقا. به اینجا یکی از آقا اینجا شاید باشه ازم اسکی رفته یکی از باسای بتمن اینجاست، میرین اونجا و درخواست دوئل بهش میدین. یکیش اینجاست، یکیش هم دقیق اینجاست. 3 تا باس تو مپ هست، یکی که اینجا گفتم دیگه، یکی هم که گفتم اینجا و یکی هم دقیقا اینجا. ببین دقیقا همینجا دیگه. خلاصه برید باس بتمن بگیرین، شاید شانستون گرفت. هولو، گلکسی، هر چیزی از بتمن ها بگیرین انشالله. خودم نظر همین الان بریم باس بتمن بزنیم میخوام بری گلکسی بگیره. باسا مردن، تو زون باشن اگه دیر به جنبین میمیرن راستی. و یه باس همشون مردن دیگه. حتی من فقط یه باس رو بهتون معرفی کردم ولی خب 3 تا باسه. 3 تا باسن، 3 تا تو مپن، میتونی هر مچ بگیری. بچه ها ببینید این به شما فکر نمیکنه، همش به خودش فکر میکنه. ربطی داره و اون علکی بچه شاید باور نکنم من خودم نمیدونستم اصلا ستان پینگ این رانو دارن بچه ها میبینن همین الان. بچه های تو بچه های آره و قراره یارش بود، یارش نی، یارش از اونا داره که یارنش اینا وای بیا خیلی دمیجه. بیا بزنش. این بالاست. وای آقا خیلی دمیجه، بزنش. حداقل بیا منو ریوایو کن. متاسفانه ما خراب کردیم و فکر کنم این چالشم وایسا ساکت باش. آره من ازت بس میگم. خلاصه و این چالش رو بگم که کی برنده شد. کینگ نایت برنده شد و کینگ نایت بیا بهت وایسای، بیا بهت یه بیلاخ بدم. خلاصه بچه حتما یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، ساب کنید چنل ما رو و حمایت کنید از همون. با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میشه و ما هم ویدیوهای خفن‌تری میذاریم و همش به هم میگم. خلاصه ساب کنید دیگه، ما هم اینجا داریم زحمت میکشیم. اگه میبینین این ویدیو یکم بد شد، ادیت نداره اینا دیگه واقعا ببخشید. من این اولین ویدیوم بوده و هیچ تجربه ای نداشتم و دیگه همین دیگه. اگه اسپرایت خواستید حتما تو کامنت ها بگین، من بهتون میدم دیگه. اگه کاری داشتید تو کامنت ها بگین. قراره یه شورت ویدیو هم چند روز اخیر بذارم، حتما ببینینش. و تا یه ویدیو دیگه، تا یه چیز دیگه، فعلا خداحافظ.